سلام و عرض ادب دارم خدمت جمع گرامی و عزیز اساتید. شاعر میگه خوش آمدی که خوشم آمد از آمدن هزار جان گرامی فدای هر قدمت. ما در مورد حضرت مولانا کوچکتر از اونیم که در مورد حضرت مولانا بحر عمیقی است که ما شنا کردن در اون بحر بلد نیستیم. اگه بریم غرق میشیم. همین اندازه کافیه. یک شعر بلوچی من آماده کرده بودم برای مجالس فردا شب. اگه نمی‌دونستم که امشب این مجلس تغییر میکنه، خلاصه به زبان بلوچی است. استاد مادرش نیستی که بلوچه؟ نه، من پدرم بلوچه. طایفه ما بلوچه. استاد بلوچی صحبت استاد باستانی این واجه روته جلسه ای استاد باستانی مالکی که باشه میشه تو فامیل